دوربین گوشی اندرویدی اصلا اطمینان نداره و اصلا امن نیست. امکان داره یه سری از اطلاعات رو مخابره کنه. برای این کار کافیه که وارد بخش تنظیمات بشید، به قسمت پایین برید و از اینجا وارد بخش اپس بشید. رو قسمت اپس روی این دکمه سرچ میزنید و کلمه کامرا رو جستجو میکنید. وارد پنل دوربین میشید و رو بخش دوم رو پریمیزیشن ها، مجوزها میزنید. اینجا مجوز و دسترسی هایی که دوربین ازتون گرفته و ازتون میگیره. از این قسمت بالا اگه این سه نقطه رو بزنید و آل پریمیزیشنز رو بزنید، تمامی دسترسی های دوربین رو بهتون میگه که اون قبلی تمامی دسترسی های دوربین نبود. یه ذره اگه به پایین اسکرول کنید، اینجا نوشته دسترسی کامل به اینترنت. دوربین چرا باید به اینترنت من دسترسی داشته باشه؟ برای اینکه این قابلیت رو غیر فعال کنم کافی یک لول به عقب برگردم، باز از این بخش یک لول دیگه به عقب برگردم و از قسمت درباره برنامه دوربین تو این بخش به قسمت پایین میرم و از اینجا گزینه Change System Setting رو میزنم. اینجا این تیک رو خاموش میکنم. به همین راحتی کلی از نکات امنیتی رو من داخل یه ویدیو کامل گفتم که میتونید لینکش رو به بالا بکشی و نگاه کنی.